خب امروز میخوایم قسمت دوم داستان سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه رو با هم بخونیم. اگه یادتون باشه گفتیم که ایشون در چه آزمایش سختی قرار گرفت در برابر مادر خودش و مادر اعتصاب غذا کرد، اما دیگه سعد بن ابی وقاص مقاومت کرد و مادر هم دیگه ناچار شد بعد از اینکه دیگه به شرف مرگ رسیده بود دست از اعتصاب غذا برداره. اما سعد بن ابی وقاص دست از اسلام بر نداشت و آیات الهی هم گفتیم که نازل شد که اگر پدر مادرتون شما رو خواستن برای خدا شریکی قرار بدید اطاعت نکنید، اما باهاشون با نیکی در دنیا رفتار کنید. از همون روزی هم که سعد بن ابی وقاص اسلام رو پذیرفت بسیار سعی کرد به مسلمانان نیکی بکنه و مسلمان ها هم نسبت به اون اندیشه خوبی داشتن، چون میدیدن انسان خیرخواه و انسان نیکیه، تا اینکه بالاخره این همیشه به عنوان یکی از بهترین یاران رسول خدا، یکی از بهترین مسلمانان شناخته میشد. کنار پیامبر خدا بود، جز سابقین اولین بود و در هر شرایطی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو رها نمی‌کرد. و چون ما گفتیم هدفمون از این قصه و داستان ها خیلی مختصر و کوتاه برای نوجوانان و جوانان هست که آشنایی پیدا کنن با یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، یعنی که خیلی مختصر و کوتاه به برخی موارد اشاره می‌کنیم. می‌خوایم به زمانی برسیم که پیامبر خدا به مدینه هجرت کرد و جنگ بدر بود. در جنگ بدر سعد بن ابی وقاص با برادر کوچک خودش که اسمش عمیر بود، اینا خودشون برای خودشون یک تصاویر، یک صحنه زیبایی دارن در این میدان جنگ از جانفشانی. عمیر در اون روز ابتدای جوانیش بود یا نوجوانیش بود، هنوز کم سن و سال بود، اما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خب مسلمان ها رو تشویق کرد، میدان جنگ بود، بعد آماده میشدن. عمیر هم اومد با سعد بن ابی وقاص که برای جهاد آماده بشه در جنگ بدر، اما میترسید به خاطر اینکه کم سن و سال بود پیامبر یه وقت اون رو از این جنگ باز بداره، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم اعتقاد بر این داشت که نباید کسانی که به سن بالاخره مبارزه و جهاد نرسیدن، به عبارتی در شرایطی نیستن که بتونن مقابله کنن. میدان جنگ بود، جنگ هم تن به تن بود، بالاخره نیاز بود که انسان به یک سن رشدی رسیده باشه، قوی باشه، سری آمادگی ها رو داشته باشه. اما عمیر ابن سعد که برادر سعد بن ابی وقاصه، این هر خودش قائم میکرد که پیامبر ایشون رو نبینه و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که دید که اینجوریه، هی داره اینقدر اصرار داره بر این، پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار میتونست بکنه؟ اول گفت نه یا فلان، دید که عمر زده زیر گریه و دیگه دل پیامبر رحم اومد، گفتش که باشه تو هم دیگه همراه ما باش، چاره دیگه نیست، چون حاضر نبود عمر کوتاه بیاد. دیگه بالاخره سعد بن ابی وقاص و عمیر راه افتادن طرف میدان جنگ. میگن که سعد بهش یک شمشیری داد و با اون حمائل و بالاخره غلاف اینهایی که داشت، این خب کم سن و سال بود دیگه، حالا قدش هم احتمالاً کوچیک بود، میگه این بلند بود، اصلا روی یک صحنه خاصی رو ایجاد کرده بود. بالاخره این دو تا برادر وارد میدان جهاد شدن در اون جنگ بعد. جنگ به پایان رسید، اما عمیر نوجوان یا تازه جوان چه شد؟ در اون میدان به شهادت رسید و سعد بن ابی وقاص از اون میدان جنگ برگشت. اما یکی از مهمترین صحنه‌های فداکاری سعد بن ابی وقاص رو باز ما میتونیم در جنگ احد ببینیم. حالا اونجا که در جنگ بعد این دو تا برادر چه جهادی کردن، چه مقابله‌ای، بماند که حالا در جنگ احد، در شرایطی که گفتیم که مسلمانان اومدن، برخی که در اون تنگه بودن که بعد محافظت میکردن، دیدن که مشرکین شکست خوردن، رفتن تنگه رو رها کردن و علی رغم این که پیامبر صلی الله علیه و سلم بهشون دستور داده بود، بالاخره از اون ور خالد بن ولید با اون سپاه آماده‌ای که داشت 100 نفری یا سوارکاران ورزیده، دید که اون محله خالی شده، از اون سمت از پشت سر مسلمانان حمله کرد و شرایط خیلی بد شد. شرایط در مسلمانان عملا در یک حمله گازنبوری قرار گرفتند و از اون ورم خب پیامبر صلی الله علیه و سلم مجروح شد، شایع شد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم شهید شده. شرایط بسیار بد شده بود، یعنی هیچ کس نمیدونست چیه در میدان جنگ چه رخ میده. بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با تعدادی از یاران خودش از کوه بالا اومده بود که فقط تعداد محدودی از رسول خدا دفاع میکردن. خالد ابن ولید با اون نیروهایی که داشت به شدت حمله میکرد از هر طرف پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، و این تعداد محدودی که از یارانی که اطراف پیامبر بودن که حالا مثلا سعد بن ابی وقاص هست، طلحه هست، مثلا نصیبه هست، تعداد دیگه از یارانی که من الان تو ذهنم نیست، هر کدوم در جای خودش باز اشاره خواهیم کرد، اینا به شدت از پیامبر دفاع میکردن. حتی
عبدالله هست فرزند نصیبه مازنیه. همه اینا نیا که در اون شرایطه. حالا در اون شرایط سعد بن ابی وقاص جزو همون معدود افراد انگشت شمار 10-15 نفری بودن که از پیامبر دفاع میکردن به شدت و ایشون خب چون تیر و کمان راحت به تیر و کمان مسلط بود و تیراندازی خوبی داشت، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همش ایشون رو تشویق میکرد. یعنی هیچ تیری نبود مگر سعد رها کنه که به یکی از اون مهاجمینی که به سمت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حمله میکنه بخوره. اینجا بود وقتی پیامبر این صحنه رو میدید و این دفاع اینها جانانه از پیامبر، اونجا پیامبر هی تشویق میکرد سعد رو و دیگران رو، میگفت سعد تیر پرتاب کن به سمت دشمنان، پدر مادرم فدای تو، تیر پرتاب کن. میگن سعد بن ابی وقاص همیشه این سخن پیامبر رو افتخاری برای خودش میدونست و خوشحال بود و این رو خیری میدونست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در موردش چنین دعا و چنین سخنی گفته. اما هنوز داستان سعد بن ابی وقاص به اینجا ختم نمیشه. در زمان عمر فاروق رضی الله عنه که بالاخره جنگ ها گسترش پیدا کرد، وارد سرزمین فارس شد، گفتیم که نیروهای امپراتوری فارس تحریک کردن عرب هایی رو که شورش کرده بودن، قبایلی شورش کرده بودن و حتی از زمان خود پیامبر صلی الله علیه و سلم این برنامه‌ریزی ها شروع شده بود. اینجا بود که برای دفع این نیروهای شورشی، نیروهایی که قصد تهاجم داشتن، جنگ ها ادامه پیدا کرد و جنگ ها دیگه وارد سرزمین فارس شد. در یک مرحله به یک جنگ خیلی حساسی رسید. جنگ در یک مرحله جنگ خیلی حساسی رسید که مسلمان ها دیگه در برابر نیروهای امپراتوری فارس خیلی شرایط حساسی پیدا کرده بودن. اینجا بود که عمر دیگه هیچ چاره‌ای نداشت. خودش میخواست برای جنگ بره که علی رضی الله عنه بهش گفت نه عمر، تو نرو، تو میخ وسط آسیا هستی، اون ستونی که سنگ آسیا دورش میچرخه، تو نخ تسبیح هستی، خدا مسلمان ها رو عزت میده. اگر تو رفتی دیگه نه تنها که بالاخره نیروهای امپراتوری فارس و اینا هستند و مجوسی ها، از اون ورم رومی ها میاند، از اون ورم دیگه بالاخره دشمنان دیگه، و میگن اگه ما رأس اسلام رو زدیم همه رو زدیم و شرایط خیلی حساس میشه، از همینجا تو سعی کن رهبری بکنیم. این بود که عمر دستور داد که هر کسی میتونه در اون سپاه آماده بشه برای جنگ. از هر گوشه مسلمانان اومدن برای اینکه به این سپاه ملحق بشن و شرایط خب خیلی حساس بود. جمعیتی زیادی جمع شدن از هر جهت و خب عمر نشست. خب این سپاه به این بزرگی رو اصحاب بدر توش بودن، اصحاب صلح حدیبیه توش بودن، فرزندان صحابه تعداد کثیری بودن، صدها تن. گفت با اون اهل مشورتی که داشت شورا، گفت چه کسی رو برای این سپاه تعیین میکنیم؟ همه گفتن شیری رو که با قدرت تمام میتونه علیه دشمنان بجنگه. گفت کی؟ گفتن سعد بن ابی وقاص. حضرت عمر سعد بن ابی وقاص رو خواست و بالاخره پرچم سپاه اسلام رو به اون داد. زمانی که این سپاه از مدینه داشت حرکت میکرد، عمر این سپاه رو نگه داشت، رو به سعد کرد، گفت نگاه کن، تو به عنوان فرمانده سپاه اسلام داری میری، به تو سفارش میکنم مبادا دچار غرور بشی، مبادا دچار فریب بشی که بگن فلانی دایی پیامبر خداست، دو صحابه پیامبر خداست. بدون که بدی با بدی از بین نمیره. در جنگی که میری اگر اونها بد کردن تو بد نکن. بدون که بدی با خوبی از بین میره. ای سعد، بدون که بین تو و بین هیچ کس هیچ نسبتی بین خدا و نسبتی بین شما و خدا نیست که فکر کنی که تو یه نسبت ویژه داری، خونت رنگین تره. نه، نژاد پرستی وجود نداره، بلکه نسبت انسان ها با خدا با اطاعت ایجاد میشه. بدون این مردم، بدون که با مردم نیکی برخورد بکنی، بزرگان مردم رو و کوچکان همه رو سعی کن تحت حفاظت خودت قرار بدی. کوچک و بزرگ نزد خدا همه یکسانن، همه بندگان خدا هستن و هیچ کس جز در تقوا بر دیگری برتری نداره و اینو مد نظرت باشه که طبق امر خدا عمل کنی و هیچ وقت ستم ظلمی نکنی. در هر صورت اون سپاه میگه حرکت کرد. در اون سپاه 99 نفر از اصحاب بدر همراه بودن، 300 تقریبا 15-16 نفر تا 319 نفر از کسانی بودند که در بیعت رضوان با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بودند، بیعتی که خدا اعلام رضایت کرد. 300 نفر از کسانی بودند که در فتح مکه با پیامبر همراه بودند و 700 نفر از فرزندان صحابه همراه بودند. بالاخره این سپاه حرکت کرد و در اون شرایط جنگ ویژه قرار گرفت که دیگه خودتون بهتر میدونید که چگونه این جنگ ادامه پیدا کرد و شکل پیدا کرد و جنگ قادسیه که به پیروزی مسلمانان ختم شد و اون امپراتوری سراسر طاغوت و ستمگری و تبعیض و نژاد پرستی فرو ریخت و
این سرزمینی شد که از شرک و خرافات نجات پیدا کرد و هر کسی مسلمان نشد مگر به رضایت خودش، برخلاف اونچه که گفته میشه. و در هر صورت غنایم زیادی هم در این جنگ نصیب مسلمانان شد. گفته میشه که سعد بن ابی وقاص عمر طولانی کرد، خب بالاخره ثروت زیادی هم داشت. لحظه‌ای که مرگ ایشون فرا رسیده بود، ایشون گفت که برای من یکی همون جبه یا لباس یا عبا هر چی که بود که داشتن تن میکردن، قدیمی بود، پشمی بود، گفت اینو برای من بیارید، با همینم منو کفن بکنید، که چرا که در جنگ بدر این بر تن من بوده، میخوام خداوند رو ملاقات بکنم در حالی که همچین لباسی در جنگ بدر در تن من هست. سعد بن ابی وقاص جزو یکی از 6 نفری هست در اون شورایی که عمر رضی الله عنه چی کار کرده، در اون تعیین کرد سعد بن ابی وقاص که به عنوان بعد از خودشون که این شورا تعیین میکنن که خلیفه بعدی چه کسی میتونه باشه. ایشون در همه جنگ ها کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود، تمام غزوات در فتح مکه و پرچم مهاجرانی که از پرچم مهاجران همیشه دست ایشون بود. و حالا گفتیم جدا از موارد تیراندازی و موارد خاصی که داشته، ایشون در فتوحات جنگ های دیگه هم بود که نقل شده که عامر ابن ابی وقاص جز سابقین اولین بود، از کسایی بود که حبشه هجرت کرده بود، که از برادران ایشون بود، در جنگ احد شرکت کرده بود و همین صورت که ذکر میشه که نایب ابو عبیده ابن جراح بود. دیگه همینجوری برادران دیگه سعد بن ابی وقاص که نقل شده که من اینجا نمیخوام بگم، ذکر شده که باز گفتم که ابوبکر زمانی که به اسلام دعوت کرد، سعد بن ابی وقاص از همون کسانی بود که این دعوت رو پذیرفت، که اینجا ابوبکر میگه که میگه فاسلم علی ید ابی بکر زبیر عثمان طلحه ابن عبیدالله سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف. نکته خیلی جالبی که در این وجود داره که این بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک بشارت خاصی رو به ایشون داده بود و ایشون جزء عشره مبشره بودن، جزء اون سابقین اولینی بودن که قرآن در مورد ایشون اشاره کرده. و حتی زمانی که ابوبکر اسامه رو فرستاد، سپاهی رو که پیامبر آماده کرده بود برای جنگ با رومی ها، تعدادی از این شورشی های عرب یا در اطراف قبایل عرب بودن، اینها طمع کردند که به شهر مدینه حمله بکنن، که ابوبکر صدیق در همون زمان اومد افرادی رو تعیین کرد برای حفاظت از حریم مدینه. حضرت علی بود، حضرت زبیر بود، حضرت طلحه بود، حضرت سعد بن ابی وقاص بود، که اینها به همراه ابوبکر حریم و حفاظت مدینه رو چیکار کردن؟ حفظ کردن. در هر صورت نکته که خیلی مهم بود در این موارد من اینجا اشاره کردم، حتی حضرت علی نقل میکنن که در جنگ احد میگه سعد بن ابی وقاص بود که ما فقط میشنیدیم، میگه ما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به سعد میگفت که پدر مادرم فدای تو، و ما ندیدیم که پیامبر به کسی دیگه بگه پدر مادر من فدای تو باشه و تیر به طرف دشمنان بیانداز، که من گمانم اینه که این سعد بن ابی وقاص هست. حتی نقل شده که از حضرت ام المؤمنین عایشه که میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک شب از خواب بلند شد، بالاخره در شهر مدینه بود، جلوی شهر مدینه بود، در شب بودن، شرایط خیلی حساسی بود، گفت کاش یک انسان صالحی می اومد و وجود داشت امشب نگهبانی میداد تا من استراحت میکردم. میگه ما دیدیم خشخش سر صدایی میاد، شب تاریک بود. پیامبر گفت کیه؟ گفت من سعد بن ابی وقاصم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت چی شده اومدی اینجا؟ گفت احساس ترس شما به نسبت به شما کردم که مبادا دشمنان بخوان به شما ضربه‌ای بزنن شبانگاه پنهانی، من اومدم از شما نگهبانی بدم. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از سعد بن براش دعا کرد و پیامبر خوابید و سعد اون شب نگهبانی داد. در هر صورت این موارد متعددی که در مورد سعد نقل شده، دعاهایی که خداوند در پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حق سعد کرده، میگه که پیامبر میگه خدای استجابت بکن دعای سعد رو. و حتی نقل شده در مورد اینی که سعد یک سری مریض شده بود، حالا در بحث ارث که ما شاید اون مثلا اشاره کردیم، میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دستش رو گذاشت، نقل میکنه سعد بن ابی وقاص که دستش رو پیامبر گذاشت روی پیشانی من، دست از پیشانی منو مس کرد، سینه منو مس کرد و بدن منو، و گفت که خدایا شفا بده سعد رو. و میگه من بعد از اینکه پیامبر این دعا رو کرد، دست رو گذاشت، احساس سردی کردم و تب من قطع شد و در همون ساعت احساس کردم حالم خوب شده. خب خدا راضی شد از یارانش و امیدواریم که این توفیق رو بده که ما هم یاران رسول الله خدا صلی الله علیه و سلم رو بشناسیم و اونطور که از حقشون ادا کنیم. تا روز دیگه و برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.